خب بچه‌ها میخوام یه عکس حقیقی زندگی رو بهتون بگم. اول اینکه توی که پسرها همه لاشی شدن، تنوع طلب شدن، بی‌ناموس شدن، شکی درونش نیست. حالا بر نسبت شوهرای دوستان و مردایی که واقعا میشناسنشون جنتلمنن، خب بر نسبت اونا شکی درش نیست. پس کسایی که دخترایی که اوکیان، خب هیچ وقت نباید با بیپولی یه پسر، با بد اخلاقی یه پسر، با اینا کنار بیان. میدونین چرا؟ هیچ وقت کنار نیان، قشنگ برینین دهنشون. چرا؟ چون که اگر شما یه ذره قیافتون بد باشه، استایلتون بد باشه، پسر شما رو انتخاب میکنه؟ عمرن ابداً انتخاب نمیکنن شما رو. پس شما هم نباید با بیپولیشون، با کچل بودنشون، با گوه دادناشون، با مثل ان بودناشون، با ان اخلاق بودنشون، اصلا با اینا نباید کنار بیان. اینو تو گوشتون، آویزه گوشتون کنین. در سال جدید 2024 میلادی